سلام تمام دوستان، من حسین 60 هستم. امروز اومدم با یه آموزش کال آف دیوتی دیگه. امروز اومدم با آموزشم که چجوری این کریت هایی که جمع میکنیم و باش پازل به دست میاریم چجوری اینا رو سیو کنیم. من میتونم 43 تا نگه داشتن چجوری اینا رو سیو کنیم. خب سمت که این کریت ها من هر موقع سعی میکنم این انفور یا این ونگارد رو بگیرم نمیشه. خب این آموزشی که من دارم بهتون میدم تضمینی نکن تو این آموزش خیلی راحت دیگه میتونید هر کریتی که دلتون میخواد سیو کنید، حتی تا 300-400 تا هم ببرید، بعد یو باز کنید همشونو و احتمال بچه هر چقدر نگه داره احتمال گرفتن سیو میتیک خیلی زیاده. خب اول از همه یه دونشو میام باز میکنم ببینید چجوریه، داستان چیه و چجوریه. وایسید خب من یه دونه از اینا رو باز میکنم. اونجا یه دونه سیو د اسکریت کچ رو میزنید، یه دونه باز میکنید، اون سیو رو میزنید، اون تیکش رو میزنید، بعدش حالا صندوقتون رو باز میکنید. بعدش از این به بعد هر کریتی که باز کنید، حالا من لجند کردم این توکن داد، هر کریتی که دیگه باز کنید و همون لحظه و همون دقیقه سیو میکنه دیگه، نمیاره که تو بخوای بازی کنی. خب دوستان از اونایی که از این آموزش خوشم اومدن لایک کامنت ساب بیاتون نره تا ویدیو دیگه. خدافظ.